پرویز خیلی سوزی برادر او برادرو ما فکر میکنم که در دنیا یک تو کما پرویزم که نه بنگلادش اومده نه پرویز نمیدونم What's your name? پرویز او گود این جورای من باز میریم چرا که بعدا دو دبیر که وادی تریکشا میخوام وادی تریکشا باز خیلی تو میبینیم که باز میبینیم یک تاش دل خو یک نفر من میکنیم بدرونیم در جس Alila hada. No rickshaw. No rickshaw. Purpose. Yes, rickshaw inshallah. Tamam. بیایا موجودات میکنیم وقتی جدا کردم و یک ساعت کاملا نکنیم بیایا با کاملا را ویدیو میکنیم انشالله اینا برادرو یک ریکشا رقم میدیم این ریکشا چی نداره این موتور خاطی میده اکومولاتور خاطی میرفته و این آرنده بوده آرنده بوده و ما میریم میپرسیم چانسم آرنده میسپوره چند فرزند دوره مقصد زندگیش چی خیله در روز چانسم کار میکنه و روز همه شما میفهمیم انشالله با شما درشی میبینیم سپانسر انمی پروژه که ما تا انمجا را اومدیم رسیدیم گاستینسا پولی خندوخرو همه رساله که ما برای اخوان میکنیم استودیا میبل اکا یوسفی برادر در یوتیوب شبکه داره برادر این برادر این قدم را دستگیر کرده در پروژه که بزرگ شما خواهش بداریم در آن برادر پادپیسر سکن دستگیرشین که باید پیشروی کنه و سپانسر دیگری ما اکای محیدین زیاده از 6-7 سال فعالیت کاری تاکسی داره یعنی گرانیت میره و میآید و کدامی که میخواهی گرانیت بره با تاکسی انمی برادر برین پیشروی کاری انمی برادر پیشروی کاری ما میشود برادرو ما روز دیگه پرسپورت کردیم در گاستینسا متاسفانه زده میکروفون ما مرده و جا آواز نبود و ما ایسا بود اینفورماسیون شما دام میرسونیم که همین برادر ایدهان خودش میگه که در یک روز چانس ما میره آرنده میگیره رنتر ریکشا one day how much rickshaw रेंटर एक दिन होतो त्या रिक्षा भाडा द्या बरं 350 350 renter it is $2 $4 $5 ده مقصد میشه it is how many one day here maximum মানে একদিন সর্বোচ্চ হটি এখন 450 maximum مثلا 400 500 چون که این هم $5 میشه $4 میشه هم خیلی میشه این 4-5 $ش خیلی 40-50 تومان که این ماکسیموم مینیمم 300 مثلا 300 میخ چون کار میکنه و برادرو روزش میشه که کار نمیکنه پول آرنده را اکسای خودش میته 55 تا 55 یورا توجیکی را الحمدلله یاد دادیم 55 ساله های خیلی خلاص گپ زندگی چون هم خیلی برادرو موزی همین گپا رو دگستین سروس گپ زب کردیم و ما نمیدونیم که گلوسول دالی چه گفتیم مثلا زب نشدیم ما اصلا اومدیم ما هم اینفورماسیون رو شما دادیم زنده باشین برادرو در کجا باشین نباشین دوگوی تمام مردم فقیر مظلوم باشین اوکی السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله شکرا برادرو این ما رفتیم خونه همون مردک ده این خونه همون مردک برادرو اینجا ده بوی بیچاره کوارتیرم ده اینجا خونه نیست برادرو پشت یک دومای برادرو و ده همین پشت دوم خیلی دیوار زده همین آرنده داده همین برادر بود اینجا ده همین خونه با قطیش باید که ازگی هم زندگی میکرده او هم آرنده میستوده و یعنی جای اوبوزی شونه برادر اینجا اونا باشگاه اوه اوجا او میگیرن اوبوزی میکنن اینجا توالت شه و این مرخونه شه چیشه کوخنی شه که میکن دوری نه کوخنی شه برادرو اینجا در اوقات تیار میکنه مقصد همون خندخلوک همش چه همینجا تیار میکنه
و این размерش همین دباده میگه میشه نه درون کوخونیش این هم размерش دباده با فکرم به حد بعد پاستا اینجا همین اوقات نیم با فکرم که همون درون خیلی دود چی میشه به حد بزه به شرایطش و میگذاریم درون خونه بردارو از خونه میگذاریم این خونه ارنده های ارنده این خونه و این آدمی که خواه یا به همینجا ارنده میسته یا کمتش ایا کسی یا شرایط اینجا با ارنده بوده $30 در یک ماه $30 میسپرده این مرده و اینجاش مقصد دیگه که خونه کودکوش نه مرحمت بینین کودکای ما در کدوم وضعیت زندگی میکنن یا در کدوم وضعیت یک هفته پس دیگه انشالله اینجا در زمستان میاین و زمستان اینجا اگه اوکراین زمستان تاجیکستان خلق نیستن که به هر حال برای یورا خنک از زمستان و کودکا در همین شرایط زندگی دارن و سومی سوئد من فکر میکنم که سومی سوئد در تاجیکستان به حد قیمت هزاران با شکرانه الله میکنیم که در زمستان ما سوئد کروگلاسود چنخاتی پچکا مچکاش استفاده میبریم الحمدلله 300 سیم میسپریم یا در همینجا یگان چیز استفاده نمیبرن چند دلار $12 120 سوم یا لامچه کم مصرف میسپرن $12 120 سوم سومی سوئد میسپرن و شکایت اشتا برادرها $5 ارنده همون ملیکش $300 $30 ارنده همین خونهش سومی سوئدش 4 فرزندش و شما فکر کنید که این ماکسیمالش $5 روزی کاریش روزش میشه که $1 کار میکنه $2 کار میکنه روزش کار نمیکنه یک سیخش ارنده ریکشه را میسپره ریکشه همون ولیکشه من چی گفتم این برادرها به حد سطح زندگی در همینجا پسته و به حد مردم در سطح پست زندگی دارن و اینجا دکو لوبای کسا لوبای چیزا بده صدقه بگو میگیرن فرق نداره بعضی کمالای ما را اگون چی میتی میگه تی ازدواج کردی سای مرا بنام یا الله بسیار شما کار کردگی نیستن هم ما کار کردگی ما بسیار بودم ما اگون چیز میتونم میگه دفشکی همو در رفتگیه یا ما در نگاه نمیکنن یا را چیزی بدی الحمدلله شکرانه میگه قبول میکنن و امروز ما what's name امیر حسین امروز ما اکرم محمد امیر حسین انشالله یک ماه خروکش تامین میکنیم و میگیم میشه در حق مردم تاجیک دعاگو باشن زنده باشن برادرها باز میریم خرید میکنیم برادرها اینجا یک خوبی امیر داره که اینجا در برنج به حد ارزان اگر خداوند همه انسان در هر منطقه که باشه با همون اقلیم خودش با همون شرایط خودش مثلا شرایط مهیا میکنن مثلا همینجا در همه به حد برنج بسیار استعمال میکنن و به برنج در الحمدلله اینجا به حد ارزانه نرمال برنج در همینجا یک قوچهش 250 سوم یک قوچه 50 کیلوش به نهایت نرخ ارزانه در تاجیکستان 750 سومونه یک خیش گرونه خودمون برنج نمیخریم در تاجیکستان ارد 120 سومونه در اینجا ارد 750 سومونه یا ارد نمیخرن مثلا خداوند دوید چه طورش میکنه ما ارد میخریم ارد همون 220 سومونه برنج رو کم استعمال میکنیم 750 سومونه اینجا نبرود ارد 750 سومونه چی برنج 220 سومونه 250 سومونه هم خریده مقصد هم خرج نیست دوره و شکر خدا که یو ارد کم استعمال میکنم و برنج میکنم و یک قوچه برنجی که ما برای همیورا میخریم برادرها one packet big packet 20 روز هم خیلی کانکریت نگفتیم رسو که میخرن و چی میکنم شکمکاشون سیل میکنن اگر بگوی خیلی اکنوم میکنن یک ماه خوش رو میبرشون زنده باشیم برادرها در امان الله باز چیزاش هم میاریم میتیم میبریم میریم باید ریکشه دیگر هم میخوایم که مثلا ریکشه که پدال قطی کار میکنه و پدال قطی چانسم کار میکنه اوش هم انشالله چی میکنیم و یا برادرها 3 وقت هم خوشنا ریس میخونن سحر هم morning ریس evening ریس night ریس ریس good not good good ریس for my health okay it's chapati rice okay this chapati is rice okay 1 2 3 chapati good okay ما نو میخریم و الحمدلله با خاطره کیم
زنده باشین. خطی برادر ما یوسف نام داره. ما خطی لوبای جو میریم شوخی میکنیم پریکول میکنیم. چی شوخی که میکنیم میبرداره چی شوخی که میکنیم من میبرداره. یو خر قدر الدین خر بیگ خار فتح الدین اکبر الخار شق الخار. برادرو یک خبر بیزه دیگه در بنگلادش اومدگیه که برادرو که لوک شیده نرخش 20 سومون 25 سومون 1 کیلو پیاز و اینجا باز ما 2 کیلو پیاز خریدیم 50 سومون و یا بیشتر همین چیزا رو به چورو میخرن. همین شخری که در این بین سه 4 روز نرخش بهتر یک اورا 20 تکه یک اورا 200 تکه خیست 10 برابر نرخ پیاز زیاد شد و چسنوک همه چیزی نازمندگی مردم بنگلادش قرنفل چیلی وان چیلی یا که پیاز چه یس no what one please No please. I please. یا که یک طرف چه میخوام ها؟ نه अरे भीतर आई तेरी. good Good. پیاز آزاد میخوام پیاز یا چیکار تخم 5 کیلو کارچه 2 کیلو پیاز دال میگن خم نگاروخی خدشونه چی 50 کیلو برنج همین $100 شد و الحمدلله در حق همه دعا میکنم برادرها زنده باشین. هیچ چسنوک یا هم خیلی چیزا بیشتر میخوام تیزی فقط همه چیزای تیزی بعد روغن برادرها مقصد میگم که همین چیزی که ما خریدیم همین چیزا $100 شده یا همین یک ماهی پر مثلا همین اویلا در خدمت میکنن باقی درمون یا الله باشین خداوند نگهبانتون باشه برادرها. خودتون مقایسه کنید من هیچ نمیگم خودتون مقایسه کنید که ما در کدوم سطح زندگی میکنیم این مردم در کدوم سطح این گریزه نیست ما مردم مقیم بنگلادش هستیم که گریزه که در سنتری شهر زندگی میکنن سنتری شهر در زنده باشین گو شوف بابي على هون شوف اللهم اللهم بارك اللهم ارحم اللهم تقبل هذا الطعام اللهم ارحم اللهم بارك لنا في طعامنا وارحمنا وهذه الجنة اللهم آمين. بیچاره اما که در همه کب سوادن بیچاره ایداسه کمغله که حتی مقصد همه خدا را میشناسن نماز میخونن یکی دعا کردن نمیتونه برای که حسابی نپریجون است تو بغیر کور زندگی مثلا زورشون اومده نمیتونه همین چیزا میشه میدن نیست. زنده باشیم برادر.